تا حالا از خودتون پرسیدین که چرا به این دنیا اومدین؟ اونم دقیقاً همین سوالو داشت. کی؟ همون بچه‌ای که وقتی به دنیا اومد فهمید یه جای کارش میلنگه. سلام، من آیدا هستم. توی این ویدیو میخوام براتون یه داستان واقعی تعریف کنم. البته اینجا همه یه داستانمون واقعیه. میخوایم با هم ببینیم چطور یه زندگی که به نظر میرسید همون اول خراب شده تبدیل میشه به یه داستان الهام بخش. فروردین سال 1377 یه دختر بچه سفید مفید کچل به دنیا میاد. همین که چشماشو وا میکنه میگه ای وای، اینا چرا مقنعه سرشونه؟ ای بابا، رکب خوردی کوچولو. به اون لکلک احمق گفتم منقار گشاده تو 2 دقیقه دیرتر باز کن. یکم اونورتر میرفتیم لااقل ترکیه بود. امیدوارم سائقه بهت بزنه باربیکیو بشی. بازم خدا رو شکر حداقل سالمم ها. خودم اوکیش میکنم بقیه‌شو. میگذره و 2 سال بعد پدر و مادر بچه متوجه یه چیز عجیب میشن. اینجوری بودن که با این بچه انگاری نرمال نیست. خدایا چی شد پس؟ جنس خراب انداختی بهمون؟ تعویض نداری یه دونه سالمشو بدی؟ بزرگوارم سین میزنه ولی جواب نمیده. خلاصه اونا که کم نیاورده بودن همینجور شکایت پشت شکایت میفرستن به درگاه الهی. آخه بدجوری رفته بود تو پاچشون. بنده من شکرگزار باش که جنس به دستت رسیده. خیلیا همینم ندارن. تعویض هم نداریم. اگه خیلی ناراحتی مرجوع کن و همانا خداوند با صبر کنندگان است. لااقل پول تعمیرشو بده. با کدوم پول اینو درستش کنیم؟ دیگه پرو نشد 2 خط بهت خندیدم. مسائل مالی خط قرمز منه. این آپشن توی کشور شما پشتیبانی نمیشه متاسفم. حالا هم بود برو تا بلاکت نکردم از جهان هستی. خلاصه مامان بابای بیچاره موندن و بچه خرابشون نمیتونستن که بچه رو به حال خودش رها کنن. پس به سرزمین‌های خیلی خیلی دور سفر میکنن. همه سرخ سنبه‌ها رو میگردن که کچل خانوم رو ایبیابی کنن. و بعد از کلی این در و اون در زدن یه دکتری به پستشون میخوره که تحصیلات فرنگ داشت. آوازش همه جا پیچیده بود، حتی کشورهای دیگه. مطبش پر بود از بچهای قد و نیم قد مریض که منتظر بودن دکتر دست‌طلا تعمیرشون کنه. خانواده این دختر هم میرن مطب دکتر. خب بفرمایید مشکل بچه‌تون چیه؟ دکتر گلاب بروتون، این بچه مشکل جیش داره. یعنی یه موقعی میاد، یه موقعی نمیاد، یه موقعی بعد به زور بیاریمش. دکتر این بچه با پیپی خودش هم قهره. بازم روم به دیوار. واسه شکلات انداختیم، گفتیم بیا بیا. لامصب نمیومد. دکتر شما میتونی بیاریش؟ خیلی داره درد میکشه. خب اول بچه رو ببرین این آزمایش ها رو بگیره، بعد دوباره بیارین پیش من. دکتر اینم آزمایش. خب بذاریم ببینم. اینا همش پیپی های بچه منه؟ چجوری اینا رو جا دادیم مامان؟ پیپی چیه خانم؟ اینا ستون فقراته. مادر جان وقتی شما این بچه رو باردار بودی دیابت داشتی؟ بله آقای دکتر، اون موقع که من باردار شدم دیابت داشتم. اتفاقا دکترم هم بهم گفته بود بچه تو بعد بندازی ها، ولی خب من نگهش داشتم. همین دیگه. الان بچه شما دچار نقص اسپینا بیفیدا شده. یه نقص مادرزادیه. یعنی چی؟ یعنی دیگه مغز برای مثانه سیگنال نمیفرسته. این مثانه پر که میشه نمیدونه چه غلطی بکنه. از مغزم که سیگنال نمیگیره که بتونه خالیش کنه. پس چیکار میکنه؟ این جیشو برمیگردونه صاف توی کلیه‌ها. کلیه‌ها چیکار میکنن؟ اونا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. پس خراب میشن. اون وقت خر بیا رو باقالی پاک کن. ها؟ چی؟ ببین اینجا توی ستون فقرات یه عصب وجود داره که از مغز سیگنال میفرسته به مثانه. میگه که شما نمیدونم جیش کن، راه برو، هر کاری که مربوط به پایین تنه میشه. این عصب توی بچه شما ناقص رشد کرده. خب حتی ممکنه که دیگه نتونه راه بره. یعنی شانس بیاری که توی راه رفتنش مشکلی پیدا نکنه که اونم الان معلوم نمیشه، بعد واسیم که بزرگتر بشه. حالا فعلا در وهله اول کاری که میشه واسش کرد اینه که اول از همه خودش باید تا آخر عمر سوند بزنه. یعنی چی؟ یعنی برای تخلیه دارش باید اون لولهه باشه
که وارد مثانه کنه خودش هر روز چندین مرتبه. خب اگر نکنه این کارو دهنش سرویس میشه، یادت باشه. بعدش هم یه چند تا جراحی واسش انجام میدیم دیگه، تا قبل از این که بزرگ شه بره مدرسه جمع و جور میکنیم تموم بشه بره. نظر بنده اینه که شما مثبت اندیش باشین. دیگه دختر شما دوگانه سوز شده، یعنی حتی میتونه سرپا بشاشه. مرسی دکتر، از این جنبه بهش نگاه نکرده بودم. بعد از دوندگی‌های مختلف و بعد از اینکه اقدامات لازم رو انجام دادن، بالاخره اون دختر کوچولو عمل میشه. یه چند روزی بیمارستان بستری بوده، بعدش هم مرخص میشه، همراه خانواده‌اش برمیگردن به شمال. چند ماهی از این قضیه میگذره که از طرف مطب دکتر با پدر خانواده تماس میگیرن. حواسمون هست رفتیم پشت سرتونم نگاه نکردینا، پاشو بچه رو بیار درمانش نصف کار است. اگه دخیلم میبستین اینقدر زود جواب نمیداد. مرسی که حواستون بهمون بود، ولی متاسفانه من بچه رو نمیتونم بیارم چون پول ندارم. No money. از طرف من دکتر رو ببوس، بگو که ایشالا شرایط که اوکی شد خدمت شما میرسه. یه مدتی میگذره، بچه همینجور استندبای مونده بود که شرایط اوکی بشه. پدر خانواده بعد از اینکه آمادگی لازم رو پیدا کرد برای اینکه هزینه‌های جراحی رو بده، زنگ میزنه مطب دکتر که آقا نوبت بدین ما اومدیم، ولی هیچکی جواب نمیداد. انقدر زنگ میزنه که منشی خانم که تلفن مطب روی موبایلش دایورت شده بود جوابشو میده. علیو جانم، آقای دکتر نیستن، تشریفشون رو بردن آمریکا، معلوم نیست که کی برگردن. پس تکلیف این بچه چی میشه؟ خب آقا میخواستین زودتر بیاین. اگه خیلی کارتون واجبه و مرگ و زندگیه، من میتونم شماره ایشون رو توی آمریکا بهتون بدم، ولی پیشنهاد میکنم صبر کنین خودشون بیان. حالا میتونین پیگیر باشین، ولی ما باهاتون تماس میگیریم اگه خبری شد. پدر خانواده یه چند ماهی پیگیر شد، ولی خب هیچ خبری نبود. انگاری که دکتر آمریکا بهش ساخته بوده. تا اینکه از مطب دکتر تماس میگیرن. دستیار دکتر میگه پاشین بچه رو بیارین، الان وقت مناسبیه برای اینکه بستری بشه. بابا چرا من هر وقت پول ندارم شما وقتتون مناسبه؟ من الان تو نامناسب ترین حالت ممکنم. بله، این بارم نشد. پدر مادر خیلی دلشون میخواست که دخترشون که حالا دیگه بزرگ شده بود و کچل نبود درمان بشه، ولی دستشون به هیچ جا نمیرسید. انگاری که لکلک مذکور وقتی بچه رو انداخته بود پایین، یه پاشو گذاشت اینور، یه پاشم گذاشت اینور، رید تو بخت و اقبالش، وگرنه این حجم از بدشانسی توجیهی نداره. به هر حال فینگیل خانم نه تنها مدرسه‌شو رفت، بلکه بزرگ و بزرگتر میشد تا اینکه رسید به سن 22 سالگی. نقطه عطف زندگیش دقیقاً همینجا بود که براتون میگم. ممکنه سوال بشه براتون، خب یعنی تا اون 22 سالگی هیچ خبری نبود، دیگهش تلاشی نکردن؟ چرا؟ معلومه که تلاش کردن. جاده تهران شمال اصلا این خانواده آسفالت کرده بودن، ولی مثل یه همستر که تو چرخ و فلک خودش میچرخه هیچ فایده‌ای نداشت تلاششون. بهش نتیجه‌ای نمیرسید. نمیدونم چه طلسمی بوده. تعمیر شدن تو سرنوشت این دختر نبود. انقدر که داستان مثل پنیر کش اومده بود، حسابی ناامید شده بود. ولی بازم زورشو میزد که مثل بقیه به زندگیش ادامه بده. مثلا فیلم میدید، کتاب میخوند، درس میخوند، معاشرت میکرد. ولی همیشه یه صدایی پس ذهنش بهش میگفت تو به چخ رفتی. الکی ادای حال خوبا رو واسه من در نیار. تو به چخ رفتی. همین صدا و افکار مزخرف باعث میشد که مدام خودشو با دیگران مقایسه کنه، کم کم از آدما فاصله بگیره و حالش بدتر بشه، تا جایی که از نظر دیگران تبدیل شده بود به یه آدم منزوی. ولی تو عمق این سیاهیات 2 ستاره پرنور زندگی این دختر رو قابل تحمل تر میکنه. یعنی چی بودن اونا؟ 2 خواهرای بزرگترش، آتنا و یوکابد، انقدر این خواهر کوچولوشون رو بوجی موجی میکردن که رسما یه لوس شده بود یه ذره. اونایی که خواهر دارن میدونن. خواهرای بزرگتر مامان بالقوه‌ن، یعنی از همون سن کم بچه آخر رو انداختن بغل اینا، گفتن بزرگشون. اینا حس حمایتگر و مادرانه‌شون میزنه بالا. به هر حال این از خوشبختیه دختر داستان ماست که همچین خواهرایی تو زندگیش داشت. اونا سعی می‌کردن با هر بهونه‌ای خوشحالش کنن. نمیدونم کادو بگیر، بیرون برو، حرف بزن، درد و دل کن. بالاخره این زندگی شخمی یه ذره قابل تحمل‌تر و بهتر بشه. تا اینکه میرسیم به سن 22 سالگی این دختر، همون که براتون گفتم. آتنا با مرد خوشقلبی به اسم مرتضی ازدواج میکنه. بعد از ازدواج این 2 کفتار عاشق تصمیم میگیرن مهاجرت کنن و لونه عشقشون رو یه جای جدید بنا کنن.
پس تصمیم میگیرن اول برن ترکیه، از اونجا برن آلمان. خیلی هم عالی، ولی نه، برای دختر داستان ما اصلا عالی نبود، چون داشت از خواهر بزرگترش جدا میشد. حالا درسته که قبلش هم به خاطر اینکه 2 شهر مختلف زندگی میکردن کمتر همدیگر رو میدیدن، ولی اینجوری دیگه اصلا همدیگر رو نمیدیدن. آتنا قبل از اینکه بره یه چیزی گفت، یه قولی داد به خواهرش برای اینکه بهش دلگرمی بده، آرومش کنه به اصطلاح. مطمئن باش همین که من رسیدم آلمان و شرایطم اوکی شد، اول از همه کاری میکنم که تو پاش بیای اونجا و کارهای درمانتو اونجا با هم ادامه بدیم. خلاصه هر جوری که بود این دوتا یعنی آتنا و مرتضی زار و زندگی رو جمع میکنن و میرن به سوی سرنوشت. اما 6 ماه از اقامتشون توی ترکیه گذشته بود که اون بلای آسمانی به سر همه مردم دنیا نازل شد. کرونای بی پدر و مادر با لگد اومده بود تو زندگی مردم، اصلا قصدم نداشت که بره. آتنا و مرتضی با خودشون فکر میکردن که این شرایط قرار نیست تا ابد باقی بمونه. به هر حال قرنطینه تموم میشه، میریم سر کار و زندگیمون دیگه. ولی شرایط اونا یکم فرق داشت. اونا توی غربت از وقتی که قرنطینه شده بود خونه نشین شده بودن، هیچ درآمدی دیگه نداشتن. رسما همه پس‌اندازشون هم داشت تموم میشد. پس چیکار کردن؟ ناچار شدن که فعل برگشتن رو صرف کنن. دوباره باروبندی رو جمع کردن و برگشتن به آغوش وطن. ولی چه برگشتنی؟ دیگه نه خونه‌ای بود، نه وسایلی بود. 4 تا خنزر پنزر مونده بود که داده بودن به خانواده‌هاشون، رفتن اونا رو پس گرفتن. ولی با خودشون فکر می‌کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم که یهو خواهر مرتضی یعنی مرجان ظاهر میشه مثل بتمن و میگه که من چون تنها زندگی میکنم شما بیاین پیش من، ستایی به هر حال با هم هستیم تا اینکه ببینیم فعلا چیکار میشه کرد. خلاص این ستا هر جور بود کنارم زندگی میکردن. بشنویم از احوالات دختر داستان. چی بگم؟ با اون بیلاخ گنده‌ای که خدا بهش نشون داده بود، بنده خدا سگ افسردگی رو بغل کرده بود. چیکار داشت بکنه؟ ولی از اونجایی که خواهرها فرشته‌های گوگولی بدون بالن، آتنا توی اون وضعیت هم همچنان به فکر خواهر کوچیک‌ترش بود. با هم همیشه در ارتباط بودن، حتی وقتی که از ترکیه اومدن واسش یه چمدون پر از سوغاتی آوردن. آف کورس که تو باسن اون دختر عروسی بود، ولی بازم حس می‌کرد یه خلایی داره که قرار نیست هیچ جوره پر بشه. لباس خوب بود، شکلات و پاستیل خوشمزه بودن، ولی مهمترین چیز زندگی اون نداشت، یعنی سلامتی. هر روز بدنش بیشتر تحلیل میرفت و یه وقتای درد مثل بختک میافتاد به جونش. یکی از اون شبا که با خواهرش تماس تصویری برقرار کرده بودن، اون دختر یهو سر درد و دلش باز میشه، چون دیگه بی‌طاقت شده بود، دست خودش نبود. میگه که آخه این چه سگ زندگیه که من دارم، دیگه 22 سالم شد، حاضرم فقط 1 سال سالم زندگی کنم، بقیهش دیگه اصلا مهم نیست، مردم، فقط 1 سال رو بتونم نرمال باشم. آتنا بهش میگه یادت قبل رفتن چه قولی بهت داده بودم؟ من هنوزم سر اون قول هستم، هر کاری بتونم از دستم بر بیاد برات انجام میدم. مرتضی که مکالمه این دوتا رو میشنیده به آتنا میگه خب چرا الان انجامش نمیدیم؟ بهش بگو پاشه بیاد تهران، نذارین دیرتر بشه. آتنا که با حرفای شوهرش دلگرم شده بود به خواهر کوچولوش میگه همین الان وسایلتو جمع کن، فردا تهران باش. مطمئن باش انقدر میگردیم یه دکتر خوب واسط پیدا میکنیم که بتونه درمانت کنه. از این وضعیت خلاص میشی. به هر حال ما نمیتونیم منتظر باشیم معجزه الهی بر ما نازل بشه. خودمون باید تلاش کنیم دیگه. میزنیم، بازم زورمون رو میزنیم. اولین کاری که میکنن، چون حال اون دختر اصلا خوب نبود و وضعیت جسمیش واقعا به هم ریخته بود، میبرنش یه درمانگاه که دکتر براشون نامه و آمپول و این حرفا بنویسه که یه هفته 2 هفته نوش جان کنه، این عفونتش بخوابه، حالش بهتر شه. توی این مدت هم که داشت دارو رو مصرف میکرد، میگردن دنبال یه متخصص حرفه‌ای که کارو جمع کنه. توی تحقیقاتشون به یه دکتری برمیخورن که خیلی خفن بود و مشهور بوده تو این حوزه، حالا کلیه و مجاری ادرار و این حرفا. به سختی ازش نوبت میگیرن، میرن باهاش حرف میزنن. به فلاکت یه گوشه دکتر رو گیر میارن، میگن که این بچه ما میتونی کاری واسش بکنی؟ حالا اون چی بگه خوبه؟ دکتر میگه کیس این دختر راست کار من نیست، من نمیتونم انجامش بدم، ولی میتونم یه خانم دکتر بهتون معرفی کنم که کلا اون تخصصش این کاراست. ان شاءالله که بتونه کمک کنه. خلاصه اونا هلک میرن بیمارستانی که این خانم دکتر کار میکرد. به سختی وقت میگیرن، یه چند ساعتی منتظر میشن که بالاخره نوبتشون بشه.
وقتی که وارد اتاق خانم دکتر میشن، هرچی مدارک پزشکی تو این 22 سال جمع کرده بودن میذارن جلوش. دکتر یه نگاهی بهشون میندازه و میگه اوه اوضاع خیلی خیته، میذاشی 10 سال دیگه میومدی ها؟ ببینم اصلا تو این مدت مرتب سون میزنی؟ نه دکتر، اصلا سون نمیزنم، آخه میترسم. چه بهانه خوبی. اگه از همون بچگی مرتب سندتو میزدی الان کلیاتو از دست نمیدادی. دکتر من شنیدم شما میتونین یه راهی از توی شکمم باز کنین مستقیم به مثانم، یه سوراخ کوچیک، از اونجا دیگه درد نداره سون زدن. اولا این چیزی که میگی و بله ما انجام میدیم واسه بعضی از مریضامون، ولی تو دیگه بزرگ شدی ماشاءالله. این دیواره شکمت از مثانت فاصله گرفته، این عمل خطرناکه، میفهمی؟ حالا چرا میخوای جاده جدید احداث کنی؟ مثل بقیه از همون پایین بزن بره دیگه. خیلی تلاش کردم ولی نتونستم. ببین من بر نمیتونم کاری واسط بکنم، اول تا آخر خودت باید سون بزنی، تنها راهشه. دختر داستان که میبینه آبی از اون خانم دکتر گرم نمیشه، از مطب میزنه بیرون و مثل اسب گریه میکنه. البته زودی خودشو جمع و جور میکنه، چون اون دختر پوست گلفتر از این حرفا بود که بخواد انقدر سریع وا بده. میگه عملش خطرناکه. داداش من خود خطرم. اصلا تو نشد یکی دیگه، 1000 تا دکتر است، بالاخره یکی رو پیدا میکنم ها. حالا کی ضرر کرده، من یا اون؟ آره دیگه، دختر داستان ما این دفعه حسابی مصمم بود که این طلسمو بشکنه و بتونه درمانش رو پیدا کنه. حالا اینکه چه جوری این کارو میکنه و اصلا چی کار میکنه میره واسه پارت بعدی. ولی قبل از اینکه این پارت تموم بشه دلم میخواد یه اعترافی بکنم. دختر این داستان که مدام داشتم ازش صحبت میکردم و اسمی هم ازش نیاوردم خود منم، آیدا، همین آبجیتون که جلوی دوربین نشسته. البته الکی مثلا شما تا الان نفهمیده بودین جریان چیه. حالا چرا من دارم این ویدیو رو میسازم؟ 4-5 سال پیش، دقیقا زمانی که من دوباره درمانم رو شروع کردم، سخت‌ترین یا میشه گفت بهترین روزهای زندگیمو داشتم میگذروندم. همون موقع بود که با خودم فکر کردم من باید تک تک این لحظه ها رو ثبت کنم تا اینکه یه روزی وقتی دوباره دارم بهشون نگاه میکنم به خودم افتخار کنم، حس خوبی داشته باشم اون لحظه. امیدوارم که بعداً که ویلاگ درست کردم از بستری شدنم وقتی میبینمش نسبت بهش حس خوب داشته باشم، یعنی با حس خوب ببینمش که آره یه همچین روزا بوده، یه همچین تجربه بوده، ولی الان دیگه همه چی خوب شد. البته من قصدم این بودش که یه ولاگ 2-3 دقیقه‌ای بسازم، اینجوری تمامش کنم بره، ولی هرچی رفت جلوتر انقدر اتفاقات مختلفی افتاد و بگاهی‌های زیادی داشتم. البته ببخشید دارم اینجوری صحبت میکنم چون واقعا هیچی نمیتونه اون لحظه ها رو برای من توصیف کنه. با خودم فکر کردم اصلا از این میشه یه سریال 4 فصلی در آورد، ولی از اونجایی که هیچ آدمی انقدر بیکار نیست که همچین سریال مزخرفی رو ببینه، پس تصمیم گرفتم توی یه ویدیو چند پارتی تقریبا کوتاه خلاصش کنم. و حالا مهمترین دلیلمو میخوام براتون بگم. اگر کسی که الان داره این ویدیو رو میبینه تجربه‌ای مشابه من داشته یا حس و حالی شبیه به من تجربه کرده، فقط دلم میخواست باهاش همدلی کنم. یه روزی من با همه وجود این حس همدلی رو میخواستم، ولی هیچکس اندازه آدمی که درد کشیده نمیتونه تو رو بفهمه. اگه همین الان شب‌ها یا روزهایی رو داری میگذرونی که فکر میکنی هیچ وقت قرار نیست تموم بشه، باید بهت بگم که واسه من که تموم شد. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. ولی شد. آقا تموم شد. شاید گفتنش الان واسه من راحت باشه، ولی اینکه توی اون موقعیت باور داشته باشم که همه این لحظه ها میگذره، خب خیلی سخت بود. یه خواهشی ازتون دارم، اگه شما هم بحرانی توی زندگیتون بوده که فکر نمی‌کردین بتونین از سر بگذرونین یا یه اتفاقی که تونستین با موفقیت اونو مدیریت کنین، خیلی دوست دارم که داستانتون رو با من در میون بذارین، بنویسین، بفرستین، منم بتونم با بقیه دوستامون به اشتراک بذارم و همه دوره هم کیف کنیم از اینکه چقدر خفنیم. برای من بیماری بوده، برای شما میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه. اینجا تو این کانال قرار در مورد قصه های آدما با هم صحبت کنیم. به علاوه هر چیزی که حالمون رو خوب کنه در موردش با هم حرف میزنیم. داستان من که هنوز تموم نشده. اگه دلت میخواد پارت بعدی داستانو بشنوی یا اصلا دلت میخواد به جمع دوستای من اضافه بشی، دکمه سابسکرایب کانالو حتما بزن و همراه هم باش. از اونجایی هم که من کلا آدم بیرون رفتن و برو بیای نیستم،
خیلی خوشحال میشم که دوستای مجازی ولی واقعی تر از واقعی داشته باشم. خلاصه که مرسی از نگاهتون. ماچ به کنه تک تکتون. بای بای.